سلام. اون دفعه یه خط از اینجا کشیدیم، من هوای قسمت‌های بالای از این خط رو گفتم براتون، مونده پایینش. بازم مثلا این تهران حرکت می‌کنیم چون هنوز همون وضع داره. من میدونم در 12 روز دوباره اینجا هواش پر از ذرات معلق انگور، نه ذرات معلق سرب و اینجور CO2 و کربن این چیزا میشه. اینجا حرکت می‌کنیم بریم به این طرفا، سندج، کرمانشاه. خدمتتان عرض کنم که این کرمانشاهنگه هواش خیلی خاصه، دوغاش باحاله، خاک داره، نزدیک های کرمانشاه قصره. اگه رفتین کرمانشاه برای گردش یک سری هم قصر بذارید. میگه ای وای بنویسن سنگی مزامورم، ای وای بنویسن سنگی مزامورم، شهید عشق منکی آزارم، آمان هی آمان، آمان هی آمان، آمان صد آمان، چرخی چاویلت سرورم شیوان، حبیبم سرورم شیوان. این از کرمانشاه بسشانه دیگه. از اینجا میایم عراق اگر رد میکنیم میایم این شهر کرد چرا آمده اینجا باید اونجا باشه، این کرده بلش بکن. میایم یزد، قیامتیه، آدم ها ریختن این تو، این تو شهر اقلا 1 میلیون مهمون اومده، هم بری چی گرد شیرینی. چرا؟ حاجی بادو، پشمک، خودتا، باقلوا، فالود یزدی، این خلیفه یزد مفزن، اینا هم بخورن، هم دل در دیگه. اینا خب مهمون نوازن، ایتار رو بکنن مردم بخورن، ایتار رو بکنن مردم بخورن. موز شکمتون باشون چدونه هی مخورد هی بخورد. از یزدم که حالا هواش آفتابیه، اینجا همکارای ما چسبوندن اینجا که آفتابیه، من نمیدونم حالا ان شاء الله حتما آفتابیه. خب ولی مردمش باحالن، فرقی نمیکنه هوا چجوری باشه، اینقدر نازن، اینقدر ماهن، گلن گل. اینا فعلا خداحافظ یزدیا. از اینجا حرکت میکنیم میرسیم به کرمون. این کرمون ها هواش خیلی خوبه. میگه این پرنده ها همه چهچه میزن، هم تو میخونن، دل آدم ضعف میکنن. اسپریچو، هودیکولا، سیسلالین، ترنش، اینقدر پرنده های ناز داره شما نمیدونی، خبر نداری. خیلی خوبه هوا کرمون هم خوبه. بعد این نزدیک های رفسنجون و دق کبوترخون هم خوبه. اینجا پسته های خوبی هم داره، رفسنجون هم خیلی جای خوبیه. بله. بعد بیایم میرسیم به شیراز، دم فلکه گازو خیلی شلوغه، فلکه گازو. از اینجا میایم بوشه هم هواش خوبن، بد نیستن، هواش خوبن. بندر هم خوبه. اما در مجموع اگر بخوام براتون بگم کل ایران هواش چه ابری باشه، چه بارانی باشه، چه ذرات معلق داشته باشه، چه ذرات غیر معلق داشته باشه، انواع و اقسام، چه ملق بزنیم چه ملق نزنیم فرقی نمیکنه. به هر حال هوای کل ایران در هر حال خوبه. چرا؟ چون مردمش خیلی باحالن. فرقی نمیکنه که مال رشت باشن یا اینکه تبریز و سولاش یا اینکه یزدی باشن یا بچه اسفون، هیچ فرقی نداره. همشون باحالن. همه شما باحالا رو به خدای بزرگ میسپارم و برای شما شبی خوش آرزو میکنم. الله راست گردسın. خداحافظ.